چرا هیچ پیامبر زن نداریم؟ من اگر بخوام دلایل بگم از قرآن و سنت و از ایدئولوژی اسلامی، شاید قبول نکنن مردم. من کسایی که مثلا فمینیست ها هستن یا که کسایی که متاثر از فرهنگ غرب هستن شاید قبول نکنن. به یک شکل دیگری جواب میدم با اون زبانی که اینها میفهمن. چرا بیشتر رئیس جمهورهای دنیا مرد هستن؟ به ندرت زن پیدا میکنید. چرا بهترین سرآشپزهای دنیا، شیفای دنیا مرد هستند؟ چرا بهترین رسامهای دنیا مرد هستند؟ چرا بهترین کیمیادانها، فیزیکدانهای دنیا مرد هستند؟ چرا مشهورترین و معروفترین بازیگرها، کارگردانها، سیناریو نویسها، قصه نویسها، تاریخدانها، متخصصین ادبیات، جراح قلب، جراح مغز، جراح اعصاب، چرا میشه گفت 99.99% مرد هستن؟ اگر در کشورهای اسلامی می بود میگفتیم که خب شاید بر اساس فکر اونها قانون و نظام اسلامی که اونا فکر میکنن زنها رو در قید و بند قرار داده است مانع از ترقی و پیشرفتشان شده، به خاطر همین زنها نتوانستن پیشرفت بکنن. اما اینا که در غرب اتفاق میفته، در اونجا که قید و بندی نیست. ببینید برادر عزیز، این از نگاه جواب یعنی منطقی و عقلی. اما از نگاه علمی، امروز فقط شما در گوگل، حالا که هوش مصنوعی است، یعنی در صفحات علمی برید، فقط در مورد آناتومی بدن زن و مرد، مغز زن و مغز مرد، حالتهای روحی و روانی مرد و زن برید بررسی بکنید. از هیچ سایت اسلامی هم بررسی نکنید. برید از اون سایت های دانشگاه اکسفورد و کامبریج و نمیدونم فلان و اینا. البته اون کامبریج روسیه نرید که کاوش از اونجا فارغ شده، چون اونجا مهد کودک است. یعنی برید از این دانشگاه ها، از فاکولته یا دانشکده های پزشکی و طبی برید مطالعه بکنید. امروز علم خودش میگه که مرد با زن در همه چیز وجودش فرق داره، حتی در مغز، حتی در تفکیر، حتی در تصمیم گیری. اگر بخوایم در این مورد بحث بکنیم، بحث علمی بکنیم، بدور از مسائل شرعی و قرآن و سنت اینا، فقط در علم بحث بکنیم، 2 ساعت 3 ساعت من اینجا صحبت بکنم، یعنی هنوزم حرف برای گفتن هست. امروز علم خودش میگه که همه چیز زن و مرد با هم فرق میکنه. در مورد تصمیم گیری مثلا، ما در مغز سمت چپ داریم، سمت راست داریم و بخش های تصمیم گیری در زن در مرد فرق میکنه. مردها بیشتر در مسائل قاطعیت و تصمیم گیری سرعت عمل بیشتری دارن، به خاطر حتی به اصطلاح همان مویرگ های عصبی که وجود دارد، راه های ارتباطی بین اقسام مغز که وجود دارد در مرد و زن فرق می کند. خیلی ساده یک مثال رو بیارم. در خانه شاید همه شما این رو، کسایی که ازدواج کردن، کسایی که با پدر و مادرشون اینا زندگی کردن، این رو دیده باشن. کودکی میفته، دستش میشکنه، سرش میشکنه، یک جای بدنش رو میبره، خون از بدنش میسوزه. زن چیکار میکنه؟ زنها و من بانوان چیکار میکنن؟ آی بچم بگیرینش، سر و صدا، غال مغال، چیخ فلان داد. پدرها اکثرا چیکار میکنن؟ اولین کاری که میکنه به آمبولانس زنگ میزنه، یا ور میداره کودک رو سوار ماشین میکنه میبره به بیمارستان. الان این دو وضعیت، یکی برخورد عاطفی است، یکی برخورد عقلانی است. برخورد زن برخورد عاطفی است، با یک اتفاقی که در خانه افتاده. آب جوش افتاد، دست کودکش سوخت، مادر شروع میکنه به داد و بیداد کردن، پدر میره با آمبولانس زنگ میزنه یا کودک رو ور میداره به بیمارستان میرسانه. یکی برخورد عاطفی شد، یکی برخورد عقلانی شد. آیا زن عقل نداشت که برخورد عقلانی نکرد؟ نه خیر، زن عقل داره، همان عقلی رو که مرد داره زن رو هم زن داره، اما عاطفه زن همیشه بر عقلش غلبه میکنه و عقل مرد بر عاطفهش غلبه میکنه. سبحان الله، الله سبحانه و تعالی این گونه خلق کرده. چرا این گونه خلق کرده؟ چون که این کودک رو وقتی که به دنیا میاره، مادر به دنیا میاره، پدر که به دنیا نمیاره.
1 سال اول زندگی این کودک 100% کودک نیاز به مادرش داره، نیاز به پدر نداره. پدر پوشک براش میخره، خونه، زندگی، خرج، مرج، مصارفش همه چیز آماده میکنه، اما میتواند نیازهای جسمی و روحی و روانی این کودک رو پدر برآورده بکند؟ نه، مادر برآورده میکند. شب 10 بار بلند میشه، به شیر میده، پوشکش رو عوض میکنه، گریه میکنه، بلند میشه آرامش میکنه. آیا شما به عنوان یک مرد 2 بار کودک گریه بکنه اعصابتون خراب نمیشه؟ حتی اگر عکس العملی نشون ندید بهتون یعنی خوشتون نمیاد. طبیعت اینطوری است. الله سبحانه و تعالی طبیعت رو اینطوری ساخته، طبیعت مرد و زن رو اینطوری ساخته. به خاطر همین مرد میره در بیرون با سختی ها و مشکلات زندگی درگیر میشه. نفقه این زن و کودک بر عهده این مرد است و این زن با عاطفه و با مهر و محبت مادری کودک رو در خانه تربیت میکنه. غرب آمد همین نظام آفرینش رو چیکار کردن؟ به هم زدن. گفتن هر دوتا برن بیرون کار بکنن. هر دوتا رفتن بیرون کار کردن. کودک رو کی تربیت میکنه؟ مهد کودک. میبرن در یک جایی میدن، صبح ساعت 5 صبح یا 7 صبح یا 6 صبح. شب که کار هر دوتاشون برگشتن، کودک رو از اونجا میگیرن. بعد از اون میان خونه خسته و کوفته، کودک از مهر و محبت پدر و مادر محروم. به خاطر همین نسل بعدی که آمد، نسل بعد از اون که آمد، چیزی به اسم پدر، مادر، خانواده این چیزها رو نمیشناسه. به امروز به سر خودشون میزنن، گرفتارن که چطور اون خانواده رو دوباره در اروپا، در آمریکا دوباره اون صمیمیت رو، اون کانون گرم خانواده رو دوباره ایجاد بکنن. اما کار از کار گذشته. نسل‌های تربیت شدن که چیزی به اسم خانواده براش اصلا مهم نیست. من 6 ماه بعد پدرش رو تو کوچه میبینه. آی داد، تمام همانقدر. روز پدر یک جوراب یا یک شاخه گل برای پدرش، روز مادر یک چیزی گلی، دسته گلی برای مادرش میبره، تمام شد و سلام. وقتی به سن پیری هم رسید میبرن به پرورشگاه، میدن اونجا تا روزی که زنده است استفاده میکنن، روزی که به اصطلاح از دست و پا افتاد میبرن به پرورشگاه میدن. چرا؟ چون اومدن نظام آفرینش رو به هم زدن. حالا یک پیامبر تصور بکنید که پیامبری مثلا زن باشه، بعد بره در صحنه جنگ احد یا جنگ بدر یا مثلا در تصمیم گیری های سیاسی، بعد چه بلایی سر انسان ها بیاره.